سلام، من همایون خیری هستم. به نبض زمین خوش آمدید. مدتی پیش مقاله می‌خوندم درباره منابع آبی مشترک بین ایران و افغانستان. موضوع اصلی مقاله این بود که چقدر از آبی که در مخازن پشت سدها ذخیره میشه از بین میره. در واقع چقدر تبخیر میشه و اون چیزی که تبخیر میشه کجا دوباره به زمین برمیگرده. در سالهای اخیر بحث آب در ایران بسیار زیاد شده. بحث منابع مشترک با افغانستان هم همینطور. کاوه مدنی یکی از نویسندگان مقاله جدید بود و دوست داشتم درباره مقاله با کاوه گفتگو کنم. خوشبختانه فرصتش دست داد و الان دکتر کاوه مدنی مهمان من در برنامه نبض زمینه. کاوه، خیلی خوشحالم که بعد از مدت‌ها با شما گفتگو میکنم. طبیعیه که هر کسی با کاوه مدنی گفتگو میکنه یه راست بره توی آب. قبلا فقط موضوع آب در ایران بود، ولی حالا که یکی از مدیران سازمان ملل هستی درباره مسائل آب در همه جهان میشه حرف زد. اجازه بده درباره مقاله اخیر شما حرف بزنیم. مقاله خیلی جالبیه و میگه آبی که در سدهای افغانستان و منابع آبی مشترک با ایران ذخیره میشه بعد از تبخیر به کشورهای دیگه میره و باران تولید میکنه. ظاهراً این سدهایی که شما در مقالتون بررسی کردید مثل انبار برای کالاهای دیگرانه. یعنی آب تبخیر شده میره در کشورهای دیگه به صورت باران به زمین میرسه. بالاخره تکلیف ما با سدسازی چیه؟ سد بسازیم، سدهای فعلی رو خراب بکنیم، چی کار کنیم؟ خب اول یه سلام عرض بکنم خدمت بیننده هاتون و بعدم تشکر بکنم بابت دعوت. این سوال شما در این بره از تاریخ فعلا هنوز جواب درست نداره و شاید جوابش کاملا میشه گفت که یه حکم قطعی در موردش نمیشه داد. نمیدونم در آینده بشر بتونه به این نتیجه برسه که بالاخره سدها کاملا بدن یا کاملا خوب. سد تکنولوژی است، راه حل های تکنولوژیکی، راه حل های فنی مثل خیلی راه حل های دیگه در پزشکی، در موقعیت های دیگه، اینها مطلق نیستن. باید ببینیم در چه شرایطی قابل استفاده هستن و آیا مزایاشون بر معایبشون غلبه میکنه یا خیر. مثالی که من همیشه مقایسه میکنم سدها رو باهاش، مثال چاقوست. چاقو رو باهاش میشه سر برید و دعوا کرد و جنگ درست کرد، میشه باهاش جان یک مریض رو در اتاق عمل نجات داد. سدها یک سری مزایا دارن، یک سری معایب دارن. اینکه شما سد رو با چه سایزی، با چه طراحی بسازی، کجا بسازی، در چه مرحله‌ای پیاده‌اش بکنی، با چه مشخصاتی، بابت پیاده کردن اون چه اتفاقاتی بیفته، چه کدام افراد، کدام جوامع آسیب می‌بینن، محیط زیست چه بلایی سرش میآید، اینها یک قسمت ماجرا هستن و همه در واقع که چه مزایایی دارن هم یه قسمت دیگری از ماجرا. تکنولوژی‌ها مثل زدن چاه، مثل حفر چاه، برداشت آب از اعماق، مثل آب شیرین کردن، مثل انتقال آب، اینها در یک موقعیتی قابل بررسی هستن، همشون قابل اجرا هستن. اما اینکه شما در چه مرحله‌ای از اونها استفاده می‌کنی و قبل از اینکه از اونها استفاده بکنی آیا راه حل‌های دیگر پیاده کردی، استفاده کردی و به این نتیجه رسیدی که راهکاری جز احداث سد نداری یا اون راه‌های دیگه یا نه، این مسئله ماست، این سوال ماست. بعدم اگر رسیدی به اینکه من میخوام یک سد بسازم، اینو با چه حجمی بسازم، کجا قرارش بدم، اینا میشه چه سوال. در واقع اینا پرسش‌هایی است که باید مطرح بشه. سد همیشه میدونیم که موضوع تبخیر یکی از موضوعات اساسی است. وقتی که شما آب رو یک جا نگه می‌دارید به تبخیر میتونی کمک بکنی و از سطح آب خلاصه میپره. اینکه باز چه حجمی از آب از بین میره، کجا این آب میره، آیا میمونه در همون حوزه، جای دیگه از حوزه آبریز خارج میشه یا نمیشه، اینا سوالات جدیدی است که مطرح میشه. ما در اون مقاله سعی کردیم نشون بدیم که در حوزه در واقع هامون ما با تبخیر ویژه‌ای مواجه هستیم و این تبخیر خب در واقع قابل تأمل این میزان تبخیری که ما داریم، به خصوص این که ما در یه سری دریاچه مصنوعی رو این تبخیر رو داریم. آب قبل از اینکه برسه به هامون‌ها
یک در واقع تالاب طبیعی داره از بین میره و خب این قابل بررسی است. اینم بگم که خیلی سخت بود این مقاله رو چاپ کردن و جالب بود به خاطر اینکه ما با داورانی روبرو بودیم که چند بار حتی مقاله رو نخونده بودن و ادیتور در واقع معذرت خواهی کرد نهایتاً بابت این اتفاق، بخاطر اینکه انقدر وقتی به موضوع هامون میرسیم انقدر دوستان ایرانی و دوستان افغانستانی انقدر رگ غیرتشون میزنه بالا که حتی گاهی وقتا حاضرن مطلب رو نخونده یک حکمی رو صادر میکنه و در اینجا میگفتن که آره یه سری ایرانی این رو نوشتن و متهم کردن کشور بالادستی رو، در حالی که اگر میخوندن مقاله رو میدیدن که ما یه بحث دیگری رو داریم مطرح میکنیم و یه پدیده‌ای که مهمه و باید لحاظ بشه. در هر صورت جواب این است که سد هنوز یک تکنولوژی قابل بررسی است، هنوز تکنولوژی است که داره اجرا میشه، یک سری مزایا داره، از جمله اینکه به ما قدرت و توان و ظرفیت کنترل حجم آب و زمان دسترسی به آب رو میده. این میشه قسمت مثبت ماجرا. قسمت به علاوه تولید برقابی، به علاوه ایجاد در واقع یک ضریب امنیت برای پایین دست، کنترل ظرفیت کنترل سیل و خلاصه کمک به کشاورزی، کمک به شهرسازی، کمک به صنعت، این میشه یک قسمت ماجرا. قسمت دیگر ماجرا تخریب محیط زیست، تخریب اکوسیستم. اینها قطعی است، چیزی نیست که موضوع خلاصه این باشه که یک جای این اتفاق افتاده باشه جای دیگری اتفاق نیفتاده باشه. از بین بردن آثار تاریخی باستانی، از بین بردن در واقع فشار به جوامع محلی، از بین رفتن زمین‌ها و خلاصه مراتع و خیلی چیزهای دیگه، قسمتی اکوسیستم برای همیشه نابود میشه. بحث رسوب، بحث‌های دیگه و بحث تبخیر و همه اینا رو که بذاری در کفه‌های ترازو میتونی بررسی بکنی که آیا یک تصمیم در یک موقعیتی خوب است یا نه. اما اینو بگیم بدون سدهایی که ساخته شدن توسعه در همه جای جهان از جمله ایران ممکن نبود با این میزان. حالا امروز ما نگاه میکنیم و اونها رو محکوم میکنیم، ولی فرض میکنیم که مثلا سد امیرکبیر، سد کرج وجود نداشت. آیا تهران میتونست به توسعه خودش ادامه بده؟ آیا صنعت، کشاورزی میتونست به توسعه خود؟ سدهای کارون اگر وجود نداشتند امروز چگونه بود کشور؟ اینکه ما در سدسازی زیاده روی کردیم در ایران و خیلی جاهای دیگر جهان هم، اما یک واقعیت هست و اینکه هنوز بعضی موقع سدهایی رو داریم میسازیم که سدهای اشتباهی هستن، حتی جانماییشون اشتباه است و اصلا اونجا پر نمیشه و سدها اگه زیاد ساخته بشن به جایی میرسیم که از حجمشون نمیشه استفاده بشه. اینو در گوشه کنار ایران امروز متاسفانه میبینیم. حرف از سد منو میرسونه به این سوال که اخیراً درباره خالی بودن سدها در ایران بسیار حرفهای مختلفی میشنوید. کاوه شما به عنوان کارشناس موضوع آب چی میتونی به ما بگید که متوجه بشیم وضعیت سدها چطوره؟ ما تصویر به ما دروغ نمیگه، ممکنه گمراهمون بکنه به خاطر اینکه تصاویر رو میتونیم گزینشی انتخاب بکنی. اما تصاویر دلیلی که ما امروز اطلاعات ماهواره‌ای با تصاویر ماهواره‌ای با تصاویر در واقع ویدیویی و عکس‌های مردم عادی میتونیم روایتگری بکنیم، همین البته قدرت روایت غلط منتشر کردن هم داریم، اما میتونیم روایت‌های بعضی از دولت‌ها رو در واقع به چالش بکشیم. اینه که اینها به ما دروغ نمیگن. یعنی ما وقتی میبینیم خیلی مشخصه که شما اگه نگاه بکنیم به مثلا به تصاویر سد کرج نگاه بکنیم میبینیم که مثلا کافیه به بدنه کوه نگاه بکنیم میبینیم که رد آب اونجا وجود داره و خب امروز آب سطحش بسیار پایین‌تر از اون ردیه که در اخیراً به جا گذاشته. خب میشه اینو فهمید که آب کمی شده. حالا اگه خیلی بریم از بدنه سد فاصله بگیریم، در دریاچه پشت سد بریم بالا، خیلی بالا بریم، خب ممکنه اونجاها آبی نباشه. وقتی به بدنه سد نزدیک میشیم و اونجا آب وجود نداره، بسیار این قضیه خطرناکه.
این هم درسته که در بعضی از فصول میزان آب ممکنه کمتر باشه، موقعی که ما بارش برف داریم، این برف بعداً ذوب میشه، وارد سد میشه. گاهی وقتا ما سد رو خالی میکنیم از قصد برای تولید برقابی، برای رهاسازی آب، برای کشاورزان در یه فصل خاصی. اون موارد هم وجود داره که خب ممکنه عامه، ممکنه رسانه، ممکنه مردم این رو ندونن. بنابراین وظایف دولت‌ها، وظایف کنشگرها، وظایف کارشناسا اینه که با اطلاعات و با مقایسه اطلاعات عددی بیان سعی بکنن اون تصاویر رو برای مردم تشریح بکنن، بیان توضیح بدن که مثلا این تصویری، مثل این که شما یه تصویر خلاصه یه ایکس ری در واقع از من بگیری، یه رادیولوژی یه تصویری به من بدین، من این تصویرم بگیم به من یه جایی هم نشون بدید که یه چیز غیر عادی اینجا وجود داشته باشه. این اول ماجرا اینه که من ذهنم تحریک میشه، من میخوام بدونم. این قسمت اول اینه که تصویر به من دروغ نگفته، پس یک به قولیش یه شواهدی اونجا وجود داره. حالا دکترهای دیگر میان اون تصویر رو تفسیر میکنن و با اطلاعات اضافه، با اطلاعات تکمیلی به من میفهمونن که چه اتفاقی افتاده. در مورد سدهای اطراف تهران در اون مقطع زمانی و بعد از اونم چیزی که ما میدونیم اینه که درست ممکنه مثلا ما تو یک سدی امسال بیشتر از سدهای دیگر آب داشتیم، حتی مجموع در واقع احجام و حجم پشت سد ممکنه بیشتر هم باشه، مثلا یه درصدی بیشتر باشه. اما یه واقعیت بزرگ وجود داره، بعضی از سدهای ما در واقع خالی هستن و شاید بشه گفت که خشک میتونیم اونا رو محسوب بکنیم. و خب این بسیار خطرناک و ترسناکه که این پدیده رخ داده و ترسناکتر از اون که میدیدیم که با نگاه‌های حزبی، با نگاه‌های سیاسی آدم‌ها سعی کردن اطلاعات واقعی رو به چالش بکشن یا بخشی از اطلاعات و آمار رو گزارش بکنن برای اینکه توجیه بکنن که حالا نمیدونم یه کاسه زیر نیم کاسه است یا یک تئوری اونجا بوده که این اتفاق افتاده و فراموش میکنن که در چند ماه گذشته چه تصمیماتی گرفته شده و در چند ماه گذشته، چند سال گذشته چه تصمیماتی گرفته شده برای رهاسازی آب از سدها، میزان بارش چقدر بوده، چقدر میزان در واقع تولید برق داشتیم و همه اینا رو لحاظ نکنن و بیان فقط با خلاصه سازی وحشت رو تزریق بکنن، راه حل هم ارائه ندارن. البته باید گفت که وقتی این کفگیر به ته دیگ میرسد و این شرایط برقرار میشه، شاید خیلی راه حلی هم باقی نمونده باشه. کاو سکه ورشکستگی آبی رو شما ضبط کردی و الان به هر حال یک توصیفی از شرایط آبی کشور داریم و همین عنوان ورشکستگی آبی، ولی اخیراً دیدم که شما ورشکستگی رو با ناترازی مقایسه کردی. آیا اینا یک پدیده هستن با دو تا اسم یا دو تا پدیده جدا از همه؟ شاید بشه گفت خیلی سوال خوبیه. شاید بشه گفت در ظاهر اینا یک موضوع هستن، یکی یه ذره اسم هنری و جیگولی تره و خلاصه اونقدر وحشت و تلخی رو ارائه نمیکنه به مخاطب، منتقل نمیکنه. موقعی که من بحث ورشکستگی آبی رو مطرح کردم، حالا نه تنها بدنه امنیتی خیلی حساس شده بود و تئوری توطئه صادر میکرد، بعضی از همکاران من در بخش علمی هم اعتقاد داشتن که این خیلی منفیه و من اعتقاد داشتم که اتفاقا منفی بودنش مهمه. باید بفهمن ذی‌مدخلان و ذی‌نفعان که اولی موضوع ما این موضوع شکسته و فقدان آب کافی برای در واقع تامین کردن همه نیازها و انتظارات آببران و این خیلی مسئله مهمه که ما اول این رو تثبیت کنیم، این حقیقت رو در واقع بپذیریم و بعد بیایم دعوا کنیم که حالا حقابه شما چقدر، حقابه من چقدر، یا کی عامل بوده، دشمن، نفوذ، سدسازی دوران فلان دولت، یا نمیدونم خلاصه مجوز نمیدونم فلان دادن، یا خیلی چیزهای دیگه که ما میگیم، تحریم، گرمایش زمین و غیره اوضاع.
اما در ظاهر اینها شاید شبیه هم باشن، چون ناترازی میگه ما در واقع بنزه نیازمون ما نمیتونیم تامین کنیم، ارزمون بنزه تقاضامون نیست. اما ناترازی به عقیده من یک یک پدیده موقتی رو به ما القا میکنه. یعنی یه دوره سختی است، دوران ریاضتی است که در اون دوران ریاضت عرضه و تقاضا تناسبشون از بین رفته. تحمل بفرمایید، ما یا عرضه رو در واقع هم عرضه رو میبریم بالا، هم تقاضا و مصرف رو انشالله میاریم پایین و این تعادل رو برقرار میکنیم و این تعادل هم قابل برقراری است و مشکل حل میشه. بیاین تو بحث اقتصادی اگه نگاه بکنیم اینه که شما در یه دورانی به عنوان یه تاجر یک دلیلی درآمدتون کمتر از هزینه هاتونه و امیدوارید که خب این مسئله حل بشه. جنستون نتونستین بفروشی، نمیدونم جنستون تو گمرک گیر کرده، بدهکارا پول ندادن، قیمت دلار جابجا شده، ولی اما شما به عنوان یه تاجر با تجربه میایید خونه به همسر و خلاصه اعضای خانواده میگین الان فعلا یه ذره وضعمون خوب نیست، یه ذره تحمل کنی، به کارمنداتون اینو میگین، یه دورانی رو سپری بکنیم و این قضیه برمیگرده و شما تاجر موفقی هستین و بارها اینو تجربه کردین، مدل کسب و کارتون هم بهش اعتقاد و ایمان دارید و جوابش هم پس داده و این دوران میگذرد و شما برمیگردین به دوران اوج. این به نظر من مفهوم ناترازی است. این مفهوم نمیدونم اینه که ما اضافه بار داریم، حالا بارگذاری یه ذره چیز شده و خلاصه این هر خارج. اما ورشکستگی یک موضوع دیگری است. شما اگر عنوان تاجر بیایید به خانواده و به تمام طلبکارا بگین که نخیر این موضوع دیگر برطرف نخواهد شد، مدل کسب و کار من شکست خورده و من باید مدل کسب و کارم را عوض بکنم. امروز اعتراف میکنن، دستها رو بالا میبرن و میگویم به همه طلبکارا، به اعضای خانواده خودم، به کارمندان خودم که این در واقع موضوع برطرف نخواهد شد. من دیگر با وام بیشتر و با استقراض بیشتر نمیتونم این رو حل بکنم. چک‌های بی‌محلی که کشیدم پاس نخواهد شد. مردم، طلبکارا بیاین بشینیم صحبت کنیم، خانواده بیاین بشینیم صحبت کنیم، ببینیم که با این دارایی موجود چه میتوان کرد. آیا میشه یه سری طلب‌ها رو صاف کرد، بدهی‌ها رو صاف کرد؟ آیا میشود مدل کسب و کار رو عوض کرد و ادامه داد، یا اینکه تمام شد تسلیم برای ابد؟ من اعتقاد دارم که ما باید بپذیریم که ورشکسته شدیم، شکست خوردیم، مدل کسب و کارمون، مدل توسعه‌مون شکست خورده و با این روش نمیتوان در واقع حل کرد موضوع رو. حالا شما میتونی بری دوباره یه جای دیگه هم آب پیدا کنی انتقال بدی، یه ذره دیگه هم آب شیرین کنی، یه ذره به مردم بگی یه کار دیگه بکنی، حالا یه ذره مصرف رو بیاریم پایین، دوران این تابستون هم بگذره، یه ذره بارندگی بیاد، یه سالم تنفس بگیری، ولی این مدل در واقع درست نمیشه. تاجر ورشکسته نباید بره قرض کنه پول بیشتر و نباید بهش قرض داد، نباید بهش اعتماد کرد و بهش قرض بیشتر داد. باید جلوش رو گرفت، باید کمکش کرد که دستش رو بالا ببره، این شجاعت رو پیدا بکنه، بگه که من اشتباه کردم و بگه که این مدل دیگه جوابگو نیست و من باید به صورت بنیادین این رو عوض بکنم. تا زمانی که ما به جای ورشکستگی به مردم میگیم ناترازی، داریم به اونا میگیم که این با روش میتیگیشن در واقع با یه ذره هزینه کرد اضافی برطرف خواهد شد و این موقته و نمیپذیریم که ما ادپتیشن یا در واقع سازگاری رو هم نیاز داریم. ما باید تطبیق بدیم خودمون رو با یک شرایط جدید بعد از شکست. این نه تنها نیاز داریم میتیگیشن انجام بدیم، ما ادپتیشن هم باید انجام بدیم. این دوتا باید در کنار هم برقرار بشه. متاسفانه وقتی این رو نمیگی، اون تاجر وقتی هی به تأخیر میندازه، هی میره قرض بیشتر میگه، چک بیشتر میکشه، هم خودش رو بدبخت‌تر میکنه، هم اونایی که بهش متکی هستن و هم اونایی که بهش اعتماد کردن. ما با این پدیده روبرو بودیم. یک روز ورشکستگی آبی رو نمیپذیرفتیم، امروز به ورشکستگی گازی رسیدیم، ورشکستگی برق رسیدیم، ورشکستگی انرژی رسیدیم، ورشکستگی اقتصادی رسیدیم و این هی داره به بخش‌های مختلف منتقل میشه. یک موضوع بسیار مهم اینجا وجود داره. برخلاف آن که ما توش به صورت ذاتی محدودیت داریم، در حوزه گاز ما محدودیت ذاتی رو نداریم. برعکس، ما در واقع یک کشوری هستیم که خوشبخت‌ترینیم وقتی به ذخایر گازی میرسه. ذخایر اول یا دوم دنیا رو در جهان
داریم، اما در گاز هم ورشکستگی شدیم. حالا بس بیاین بگیم که آیا این رو میشه گردن طبیعت انداخت، گردن تغییرات اقلیمی انداخت، گردن تحریم و دشمن انداخت و نفوذی ها، یا در واقع باید بپذیریم که مدل توسعه ما اشتباه بوده. من چند سال پیش در مورد همین ورشکستگی گازی هم هشدار دادم که میتونید توییتش رو پیدا بکنید که ما اتفاقا همین میبینیم که مدل کسب و کار ماست که اشتباهه و ما رو میتونه ببره به جایی که مهم، فارغ از این که چقدر درآمد داریم، چقدر منابع داریم، میتونیم یه مدل کسب و کار غلط داشته باشیم. یه تاجری که بچه پول دارم میتونه شکست بخوره، یه تاجری که بچه پول دار نیستم میتونه شکست بخوره اگر مدل کسب و کارش غلط باشه و این رو درست نبره جلو. پس ما اگر عقل سلیم داشته باشیم، اگه صداقت داشته باشیم، میایم حقایق رو میگیم. من اون موقعی که در دولت هم بودم، دوران خشکسالی سختی بود، زمستان 96، پاییز زمستان 96، و اون موقع هم اصرار داشتم که ما باید اطلاعات رو به مردم بدیم، ما باید ذخایر صدامون اطلاعات رو در اختیار مردم بذاریم، هر شب بیایم حتی اینو تفسیر کنیم، اطلاعات رو بذاریم در اختیار و مردم میتونن قضاوت کنن. اگه ما چیزی برای پنهان کردن نداریم، اگر میتونیم اطلاعات تخصیص رو در اختیار مردم بذاریم، بگیم چقدر آب دادیم به چهارمحال بختیاری، چقدر دادیم به صنعت در حوزه زاینده رو، چقدر دادیم به کشاورزان در حوزه زاینده رو، چقدر در بالادست اصفهان، چقدر در پایین دست اصفهان، میتوانیم کمک کنیم به حل مشکل. چون مردم ما آگاه هستن، دانا هستن، وقتی میبینن کوه برف نداره پس میپذیرن که بخشی از این مشکل بخشی در واقع به تصمیم طبیعت برمیگرده. اما وقتی میبینن که ما تصمیمات عجولانه میگیریم، یه جا میگیم سد خالی کنین برق تولید کنیم، یه جا تخصیص میدیم به فلان گروه چون صداشون بلندتره یا نماینده دارن در بدنه دولت یا بدنه قدرت، خب پس اون موقع به ما بدبین میشن و دولتی که هر حکومتی که اعتماد اجتماعش رو از دست بده، اعتماد جامعه رو از دست بده، خیلی سخت‌تر میتونه از بحران‌ها عبور بکنه و با بحران‌ها کنار بیاد. چون اون موقعی که در اوج بحران قرار میگیریم دیگه دعوا سر این نیست که در واقع چه راه حلی بهتره چه کنیم، دعوا اینه که چه کسی مسئوله و هر کسی میخواد بگه که به من ربطی نداره. حالا شما میگی من 2 درجه در خونه کم میکنم، خودت در دولتت کلی خلاصه مصرف انرژیت بالاست، یا خودت داری انرژی رو هدر میدی، یا به من میای یقه من کشاورز رو میگیری اضافه برداشت دارن، در حالی که منطقیات خودشون قانون شکنن و اضافه برداشت بسیار زیادی رو دارن و رعایت نمیکنن. خب از اون موقع خیلی هم راحته و هر کسی نپذیرفتن خیلی راحت‌تره. اعتماد به هم نداریم، اعتماد به دولت نداریم، اعتماد به حکومت نداریم و راه حلی که ارائه بده و حتی روایتی که درست باشه رو هم قابل قبول نمیدونیم. و خب دولت ایران فقط نیست که از این مشکل رنج میبره، ولی خب این قضیه در کشور ما بسیار جدی است. کاوه، الان که در سازمان ملل هستی و باید با کشورهای مختلف درباره مسائل آب هم فکری کنی و نظر کارشناسی بدی، آیا نمونه‌ای دیدی که کشور یا کشورهای دیگری وضعیت مشابه ایران داشته باشن و تونسته باشن مشکل ورشکستگی آبیشون رو حل کنن؟ سوال باز بسیار خوبی است. یه ذره مرحله به مرحله بریم جلو. اول این که سازمان ملل و این نهادهای بین‌المللی در واقع در جایگاه مشورتی و توصیه‌ای هستن. اولین چیزی که ما تصمیم نمیگیریم برای کشورها، اینو گاهی وقتا مردم نمیدونن و فکر میکنن سازمان ملل مثلا قدرت مافوق داره و میتونه بیاد اصلا حوزه در واقع ابتکار عمل رو به دست بگیره و بیاد خودش مشکل کشورها رو حل کنه. به یادم بعضی از افراد در دوران در واقع کووید و بحران کرونا از سازمان بهداشت جهانی کمک میخواستن که بیاد اونا رو از دست دولتاشون نجات بده. این یک نکته. دوم این که نهادهای جهانی از جمله سازمان ملل هم دوچار خطاست و اشتباه هم میکنه و اطلاعات غلط هم ممکنه بده و راهکارهای غلط هم پیشنهاد بکنه. ما نمونه‌هاشو داشتیم، بانک جهانی و غیره. این رو هم لحاظ بفرمایند دوستان و دشمنان این نهادها و این رو درک داشته باشن که خلاصه علم در واقع عوض میشه، دانش ما عوض میشه. لزوما این بر اساس نیت بعضی نبوده. خیلی مواقع
پزشکان، دانشمندان اشتباه کردن، راه حل‌هایی داشتن که بعداً ثابت شد که این راه حل‌ها بهترین نبودن. و اینم یک نکته دیگه است که حتی هر حرفی امروز بزنه سازمان ملل 10 سال بعد ممکنه اشتباه از آب در اومده باشه. این رو هم بدونید. بعد یک نکته دیگه اینه که در واقع دانش کشورها و تجربیاتشون قابل انتقال و قابل به اشتراک گذاشتنه و عقل سلیم اینو میگه که ما اینا رو ببینیم و یاد بگیریم از هم دیگه. ولی نکته دیگه که مهمه اینه که به اشتراک گذاشتن و از هم دیگه درس گرفتن به این معنی نیست که ما عیناً میتونیم بیاریم اونا رو پیاده بکنیم. در یک کشوری با وسعت ایران و با پیچیدگی ایران، با در واقع تفاوت‌های جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی در سراسر ایران، ما حتی در ایران نمیتونیم یک تجربه‌ای که در مثلا در حوزه دریاچه ارومیه مثلا جواب داده رو ببریم در حوزه مثلا نمیدونم هامون پیادهش بکنیم یا ببریمش در مثلا شرق پیادهش بکنیم یا ببریمش در مرکز در زاینده‌رود پیادهش بکنیم. پس این رو هم متوجه باشیم. پس با این مقدمات بیان بریم ببینیم که آیا کشورهای دیگه، جاهای دیگه دنیا این وضعیت رو تجربه کردن یا نه. بله تجربه کردن. ما خیلی از این قضیه نگذشته. چند سال پیش تو کیپ تاون تو آفریقای جنوبی به روز صفر نزدیک شده بودیم و یه اتفاقات خلاصه شرایط این چنینی، روز صفر، روزی که آب کافی نیست و اون در واقع شما میتونید تصاویر حتی اون روزها رو پیدا بکنید و ادیت کنید بذارید توی برای مخاطبتون که ببینن اون روز صفر سدها به چه وضعیتی رسیدن و چگونه به خشکی نزدیک شدن و دولت‌ها چیکار کردن. ما حالا آفریقای جنوبی با یک شرایطی، کیپ تاون با یک شرایطی که متفاوت از ایران و تهرانه و ما یه سری در واقع موقعیت‌های مشابه داره. بریم به استرالیا یه سری تجربیات، بریم به کالیفرنیا یه سری تجربیات، اما باز اینا شرایط اقتصادیشون فرق میکنه، قدرت دولت‌ها، روابط ملت‌ها با دولت‌هاشون فرق میکنه، ساختارهایی که دارن برای مدیریت متفاوت، میزان دسترسی مردم به داده‌ها متفاوته و تونستن کارهایی رو بکنن و به یه سری چیزا برسن و بعضی چیزا جواب بدن. معمولا چه راهکارهایی داریم؟ یه سری راهکارهای فنیه. ما چیکار بکنیم؟ الان تو ایران یه فرصتی هست برای لایروبی سدهایی که خشک شدن، یه فرصتی هست برای نمیدونم افزایش راندمان، افزایش بهره‌وری، ترمیم یه سری چیزا، در واقع لوله ها رو بریم درست کنیم، شبکه توزیع رو بهتر بکنیم و شاید در واقع یه سری از اینا رو هم پیاده بکنیم. یه سریاشون در 3 ماه و 6 ماه قابل انجامن، یه سریاشون 4 ساله و 5 ساله. اما آنچه که میتواند ما رو عبور به اینا، ما رو از ورشکستگی نجات نمیدن. اونچه که ما نیاز داریم برای اینکه به ما کمک کنه برای عبور از ورشکستگی و ایجاد مدل کسب و کار جدید اینه که بیایم نگاه بکنیم ببینیم آیا کشورهایی تونستن خودشون رو نجات بدن و اگر نجات دادن شرایطشون شبیه ما بوده یا نه. در خاورمیانه داریم مدل‌های شبیه ایران یا نه که قابل مقایسه باشن؟ اگر نجات دادن خودشون رو، چگونه نجات دادن؟ با تکنولوژی یا با راهکارهای دیگه؟ متاسفانه ما خیلی مدل‌های موفقی نداریم در دنیا که بگیم مشکلاتشون رفع شده. مشکل آب ندارن در کشور ما و خیلی کشورهای دیگه شبیه ما. اتفاقی که میفته اینه که آب در دست کشاورزانه، آب در دست جوامع روستایی بسیار آسیب‌پذیر هستن از لحاظ اقتصادی. نبود آب یعنی بحران معیشتی، یعنی از دست دادن درآمد، از دست دادن کار، از دست دادن نان و گرسنگی. و خب نه تنها این عادلانه نیست و خیلی در واقع در حق اینا جفای اگر آب رو به روی اینا ببندی. به علاوه اینکه بحران‌های اجتماعی و امنیتی میتونه درست بکنه. بنابراین در حق کشاورزان جفاست اگر ما آب رو ازشون بگیریم. ما همه هرس خوردیم، ما همه دغدغه داشتیم. خود شما با من مصاحبه کردید وقتی کشاورزان کف زاینده‌رود خشک بودن، وقتی مردم کشاورزان به اعتراض داشتن به وضعیت کاروب و اون موقع ما از دولت‌ها حتی می‌خوایم که آب رو رها بکنه با اینکه آبی نیست برای رهاسازی. و خب این میرسونه دولت‌ها رو به اون جا در واقع تصمیم سختی که چیکار بکنن. آیا آبی که نیست و کمه و باید نگرش داشت رو بدن به کشاورز که امروز مشکلش رو حل کنه، یا آیا بیان تصمیم برای فردا بگیرن؟ آیا واقعا دیگه این موضوعی مثل آب وقتی میرسیم به اون لحظه موضوع فقط کارشناسان آب است یا کارشناسان امنیت ملی رو
در واقع میطلبه، اقتصاددانها رو میطلبه، اونایی که مدل توسعه برای کشور مینویسن رو نیاز داره که بیان کنار هم. موضوع گره آب هرچه کورتر شود، فرصت تغییر و فرصت ایجاد و پیاده سازی راهکار برای دولت‌ها فارغ از گرایش سیاسیشون، فارغ از اینکه جمهوری اسلامی اونجا باشه یا نباشه، فارغ از اینکه مودی در قدرت باشه در هند یا نباشه، این فرصت‌ها از بین میره. گره هرچه کورتر شود، حلش در واقع حل بنیادینش سخت‌تره و من فکر می‌کنم که هیچ کسی حاضر نباشه، هیچ دولت مردی حاضر نباشه هزینه سیاسی بدهد و حتی ملت‌ها شاید آماده مشقت‌های فراوان نباشه. اما آدم عاقلی که امروز در روزگار امروز در این نقطه از زمان در واقع تاریخ بشریت که ما توش ایستادیم، باید نابینا و ناشنوا باشیم همزمان و هیچ روش در واقع هیچ درگاه دریافت اطلاعات نداشته باشیم که نبینیم که ما با یک دنیای مواجه هستیم که توش استانداردها بسیار دوگانه هستن. ما در یک دنیایی هستیم که اطلاعات گزینشی دارن میدن رسانه‌ها به مردم. گروه‌های مختلف در این راستا زیر این پرچم‌های مختلف گروه‌های سیاسی هستن، از احساسات مردم، از فقدان دانش مردم، از نگرانی‌های مردم سوء استفاده میکنن برای به پیش بردن اهداف سیاسیشون. تو شرایط سیاسی که ایران هست، تو شرایط سیاسی که بعضی کشورهای دیگه هستن، این اجرای این راهکارها سخت میشه برای اینکه اونا حمایت اجتماعی رو ندارن، حمایت ملت‌های خودشون رو ندارن و جامعه به اونا اعتماد نداره. حتی اگر بهترین راه حل و علمی‌ترین راه حل و درست‌ترین گزاره رو بیان در اختیار مردم بذارن، مردم نمی‌پذیرن. پس آلودگی رو زمانی باور میکنن که تنفسشون دچار مشکل بشه. کمبود آب و ورشکستگی آبی رو زمانی باور میکنن که کف خشک صد رو ببینن و این خب خیلی ترسناکه برای یک کشور، چون که یا کرونا رو زمانی باور میکنن که عزیزانشون رو از دست بدن. این شرایط خوبی نیست، چون پیشگیری رو، فرصت پیشگیری رو از ما، از کشورها، از ملت‌ها، از دولت‌ها میگیره، اما میشه همون دولت‌ها رو سرزنش کرد برای رسوندن جامعه به این وضع و برای رسوندن زیرساخت‌ها. کاوه، از تجربیات ناگفته در دوران کاری در ایران موردی یادت هست از چالش‌های اجتماعی که دیدی که نشون بده کجا قانون و جامعه در حوزه محیط زیست در مقابل هم قرار می‌گیرن؟ یه مورد بگم، مورد خیلی سختی برای من اتفاق افتاد، چون صحبتمون رو با هامون شروع کردیم، با هامون و اون منطقه تموم کنیم. بازدید می‌کردم از سیستان و بلوچستان، از زابل برمیگشتیم به زاهدان که پرواز کنیم برگردیم به تهران با همکاران من، مدیران کل که در معاونتی که من کار میکردم کنار من بودن، آدم‌هایی که با تفکرات مشابه من کار میکردن و دلشون میخواست کاری برای مملکت بکنن و من از اینها بدی و فساد ندیدم و ما برمیگشتیم به سمت زاهدان از زابل. از کنار چاهنیمه ها عبور می‌کردیم. مدیر کل وقت داشتن به من توضیح میدادن که ما مجوز میدیم برای در واقع ماهیگیری روزهای فلان و فلان میشود صید کرد. من سریع یه دفعه دیدم که مثلا اگه ایشون میگه دوشنبه و پنجشنبه میشه صید کرد، امروز مثلا یک شنبه است، یادم نیست چه روزی در هفته بودیم و اون روز صید نبود و ما یه دفعه گفتم پس این قایقه الان این که داره ماهیگیری میکنه و وایسادی. خب اون مدیر کل میخواد به من نشون بده که با این قضیه برخورد بکنه. مدیر کل به یکی از خلاصه بزرگان در تیمش گفت و اون فرد با لباس محیطبانی سازمان محیط زیست بود، شلیک کرد یک تیر هوایی و یکی از این قایق‌هایی که بهش هشدار داد این به سمت ساحل آمد. یک پیرمردی که از ظاهرش نظر فقیر به نظر میرسید و ماهی داشت و صید کرده.
و خب این اتفاق اون موقعی هم که اون شلیک هوایی شد میتونست این آدم فاصله بگیره و بره و فرار کنه و ما هیچ دسترسی هم بهش نداشتیم، برای اینکه در خشکی بودیم و با ماشین بودیم و با قایق. اما اومد به سمت ما، شاید نمیدونم کاش نمی اومد، اما اون لحظه که اومد خب ما پرسیدیم، گفتن جریمه میشه، چند میلیون جریمه میشه. حالا اون موقع عدد بزرگی بود و که برمیگشتیم مدیران کل، مدیر آموزش، مدیری که دانشگاهی بودن، آدمایی بسیار درست، چون به من همه ناراحت بودن از این اتفاقی که افتاد و قصه می‌خوردن. من میگفتم ریشه فقر جای دیگری است و این پیرمرد امروز قربانی شد. من حرفم این بود که اگه من که معاون سازمان محیط زیستم، اگر بیام بگم ببخشید ولش کنید اشکالی نداره و امروز مجوز رو زیر پا بذاریم، من به عنوان معاون، شما به عنوان مدیر کل، از اونی که در سطوح پایین‌تره چه انتظاری دارید؟ تازه شما داری از روی دلسوزی این کارو می‌کنی، یکی شاید یه فرصت فسادم پیدا بکنه و یه پولی بگیره و ببخشه. شما حاضرید این کارو بکنی؟ بله. فقر، ریشه فقر چیز دیگری است، اما آیا میشه با خلاف قانون مقابله نکرد یا نه؟ حالا من این دید رو دارم، پس کار این رو بفهمم که اونی که میره چاه غیر مجاز رو ببنده با چه موضوع اخلاقی طرفه، اونی که میره یه خونه یک فقیر رو که در یک جای غیر قانونی ساخته، بدون مجوز ساخته، میره خونه اونو تخریب کنه، چه در واقع تصمیمات، در واقع چه چیزی تو مغزش هست و چه چیزی داره آزارش میده و مغزش رو میخوره. و وقتی تصویرش اومد، واکنش مردم ما چیست؟ چون همیشه حق رو میدن به مظلوم. اون خونه‌ای که داره تخریب میشه با لودر و خونه یک فقیره رو هیچ موقع حق رو نمیدن به اونی که رفته اجرای قانون بکنه. همین رو ببریم در مورد چاه غیر مجاز، همین رو ببریم در مورد بعضی از گونه‌هایی که امروز شدن آفت و خلاصه در گونه‌هایی که در واقع اهلی بودن و اومدن به محیط طبیعی و آفت تبدیل به آفت شدن. واکنش‌های ما واکنش‌های احساسی، واکنش‌های و ما صحبت از ریشه می‌کنیم و مسائل دیگر که بسیار درسته، اما نمیشه همزمان با بزه برخورد کرد، با غیر قانونی، با زیر پا گذاشتن قانون برخورد کرد و اینو برگردونیم به اون موضوعی که اگر شما این حق و قائلی که یک سری افرادی که به ذهن ما نزدیکه، آدمایی که دغدغه گرمایش زمین دارن، که بیان بگیم که اینها حق دارن خیابونها رو ببندن، ایجاد ترافیک بکنن. اگر کسی هم اونجا عزیزی رو از دست داد در این ترافیک، نمیدونم میخواست برسونه به بیمارستان نتونست و اون از بین رفت، اشکال نداره، این بخشی از جلب توجه است و بخشی از هزینه‌ای است که افراد باید بدن. آیا این حق رو برای مخالفان اونها هم قائلی؟ آیا اگر کسی بیاید بگوید امروز مشکل گرمایش زمین بزرگترین مشکل نیست و نمیدونم مشکل به فقدان در واقع شرایط برابر بهداشتی مشکل اصلی است و اگه آدما بهداشتشون تامین نشه نمیتونن به فردا فکر کنن، برای اونها این حق و قائلی؟ اگه برای اونایی که طرفدار واکسنن این حق و قائلی، برای مخالفین اونها هم این حق و قائلی؟ و متأسفانه ما این گونه فکر نمی‌کنیم. اگر هم فکر می‌کنیم پس باید آماده باشیم که آنارشی حاکم بشه، بی‌نظمی و هر کسی بتونه بیاد هر روزی اقدام کرد خیابون رو ببند. درسته، بله، انقلاب‌ها، تغییرات از روی بی‌نظمی‌ها و از قانون‌گریزی درست شدن، اما ما فقط در مورد موردهای موفق صحبت می‌کنیم. بسیاری از قانون‌گریزی‌ها کشورها رو به آشوب کشیدن و کشورها رو از مدار در واقع از اون مسیر توسعه هم خارج کردن. پس اینجا یک تصمیم پیش میآید. متاسفانه گروه‌ها به خاطر اینکه نزدیکی فکری دارن میان این کارو میکنن. کما اینکه ما در روایتگری محیط زیستی، روایتگری تغییرات اقلیمی رو داشتیم که رسانه‌ها بها میدن، رسانه‌ها به شما جایزه میدن اگر بیای یک روایتی رو خلاصه بکنی به خشکی یه تالاب رو خلاصه بکنی به گرمایش زمین، چون اون موضوع خریدار داره، اون موضوعیه که براش پول هست. به جای اینکه بیای از سوء مدیریت، از مسائل دیگر صحبت کنی، اگر بیای آتش سوزی رو سریع ربطش کنی به گرمایش زمین و موضوعات دیگر رو نادیده بگیری، نه اینکه گرمایش زمین درست نباشه، اما این معنیش، اما مسائل دیگری هم هست که عالم بخش علمی باید راجع به اون حرف بزنه، آدم متخصص باید بیاد بگه اون موارد هم هست و ما خلاصه سازی میشه و بعد توی چرخه‌ای این باعث میشه که آدم‌ها مسائل دیگر رو سانسور میکنن، راجبشون حرف نزنن ناخودآگاه، بخاطر اینکه من دوست دارم مقالم تو اون ژورنال بهتره چاپ شه، جایی که همه اینجوری حرف میزنن. رسانه بیاد با من مصاحبه کنه و رسانه اون موضوع دوست داره و ما یواش یواش میریم به این در واقع قضیه دامن میزنیم، خودمون بخشی از این شاید بشه گفت فساد سیستماتیک میشیم
و موضوعات رو خلاصه میکنیم. حالا اینو شما میتونید ببرید در موضوعات سیاسی و همین دید رو داشته باشید. این کارو کردن، این تقصیر چپ هاست، این تقصیر راست هاست، این تقصیر جمهوری اسلامیه، این تقصیر اصلاح طلباست، اون تقصیر نمیدونم دوران سازندگی، اون تقصیر اصولگرایان، اون تقصیر دار و دسته احمدی نژاد بود. مسائلی که بسیار پیچیده و در توی هستن و به هم مربوط هستن رو خلاصه بکنی به یک روایت خاص و بیای بگی کار جاسوس و نفوذ و تحریم بود و هیچ چیز دیگه‌ای در موردش اثر نداشت. ما این رو داریم و بیشتر و بیشتر می‌بینیم. ظرفیت ما کمتر میشه، اطلاعات زیادی داره به ما خلاصه میاد به سمت ما و تمام پلتفرم‌هایی که اجتماعی داریم، شبکه‌های اجتماعی که وجود داره و قدرت تجزیه تحلیل نداریم. اما امروز در این بره از تاریخ باید کور باشیم و نابینا باشیم و ناشنوا باشیم که نبینیم که اطلاعات و ضد اطلاعات و اطلاعات غلط دائم میاد سراغ ما. ما باید عینک بزنیم، صبر پیشه بکنیم، با دقت بخونیم، جزئیات رو ببینیم، بین خطوط رو مطالعه کنیم و سعی کنیم بهترین تحلیل رو خودمون داشته باشیم و ارائه بدیم. نمیتونیم هم جامع و شرایط باشیم، در مورد همه موارد هم اطلاع داشته باشیم و بدانیم. کماکان باید مراجعه بکنیم به کارشناسان امر که امیدواریم اون کارشناسان امر هم در حوزه خودشون باقی بمونن و از مسیرشون خارج نشن و دامن نزنن به اشاعه اطلاعات غلط و اشاعه اطلاعات گمراه کننده. کاوه، سال آخرم اینه که یادم وقتی رفتی ایران برای همکاری با سازمان محیط زیست و به خصوص در مورد آب، عده‌ای به زعم من تندرو گفتن کاوه مدنی رفته با حکومت همدستی بکنه. حالا به عنوان یکی از مدیران سازمان ملل باید با همه حکومت‌های جهان همدستی بکنی که برای بحران آب راه چاره پیدا کنن. فرقی هم نداره اون حکومت چه نوع حکومتیه، از کره شمالی گرفته تا فنلاند، باید با همه‌شون همکاری کنی. به عنوان یک کارشناس وضعیت خودتو چطور در یه جمله میتونی توصیف بکنی؟ عبارت همدستی یه ذره خلاصه تلخ، البته شاید درست باشه، اما در این موقعیت همدستی وجود نداره. من اینو بگم اولا که من واقعا فکر میکنم مؤثرترین دوران کاری اگه در مورد ایران صحبت بکنیم همون دوره بوده که در داخل داشتم کار میکردم. حالا اینو بگیم همدستی، بگیم نفوذ، بگیم هر چیزی، ولی وقتی که شما توی یه جایگاهی قرار میگیری که بتونی یه سری کارها رو عملی بکنی و بتونی از داخل بجنگی، به جای که بیای مصاحبه کنی، بیای حرف بزنی، بیای بنویسی، بیای سعی بکنی که اون آدمی که رئیسته، آدمی که همکارت متقاعدش کنی، بهش بگی این راه حل هم هست، به اینم باید فکر کرد، این روش هم وجود داره. بسیار من حداقل برای من تا اون زمانی که من بودم بسیار مؤثرتر. یعنی این باز دوباره از اون تضادهایی است که عرض کردم، این که بله در کل مجموعه رو ببینی تو خودت باش مثلا با یه سری مسائلش به صورت بنیادین اختلاف نظر داری، ولی یه سری کارهای دولتی است، کارهایی است که شبیه اونم تو کشورهای دیگه هم حالا باشون ممکنه من قبل از اینکه ایران برم هم کشورهای مختلف کار کرده بودم، از جمله کشورهای آفریقایی نمیدونم پروژه اجرا کرده بودم، کشورهای نمیدونم اروپایی، آمریکای شمالی در کشور آمریکا به طور خاص خب کار کرده بودم، پس تفاوت‌هایی رو می‌دیدم، تشابه‌هایی رو هم باهاش آشنایی داشتم. ما گفتین یه جمله طولانی شد، ولی داستان اینه که داستان واقعی نیست. ایدئال دشمن خوب است، خوبتر دشمن خوب است. اگر شما همش بیای فقط به دنبال ایدئال باشی، به دنبال سنگ بزرگ باشی، فرصت‌های بلند کردن سنگریزه ها رو از بین میبری، فرصت‌های تغییرات کوچک رو، بهبودهای کوچک رو از بین میبری، فرصت‌های تغییرات، اثرگذاری روی افکار از درون رو از بین میبری، توانمندسازی کارشناس‌ها، بسیج کردن یه سری آدم‌هایی که داخل سیستم امروز حرفایی رو میزنن و تندتر از حرفایی رو میزنن که من اون روزایی میزدم خلاصه متهم میشدم. اون آدم‌ها بالاخره یعنی یه سری کارها تاثیر داشته روی اونها. اگه با همین تفکر بیای در داخل سازمان ملل کار کنی، اولین چیز این که سازمان ملل یک نهاد پرفکت، یک نهاد بهترین نیست.
کلی نقاط ضعف داره، کلی مشکل داره، اما بهترین چیزی است که امروز در واقع جهان بهش دسترسی داره. یک ساختار خلاصه چند جانبه‌ای است که هنوز تعاملات دیپلماتیک رو در واقع عملی میکنه و به ما اجازه میده بیایم سر یک میز صحبت بکنیم با تمام اختلافی که بین اسرائیل وجود داره و ایران وجود داره و آمریکا در صحن سازمان ملل. اینا همه اینا یک صندلی دارن و میتونن حرف بزنن، اجازه بدن بقیه صحبت کنن. بعضی موقع با هم تعاون میکنن، با هم مستقیم حرف میزنن، بعضی جاها رأیاشون و رفتارهاشون خیلی شبیه همه. یک ساختاری وجود داره که خیلی نقاط ضعف داره، اما یه سری فرصت‌ها ایجاد میکنه. یک جایگاهی است که اجازه میده شما تعامل بکنید. با همین فرمون، با همین تفکر، سازمان اگر به این اعتقاد داشته باشه که بستن راه گفتگو لزوما شرایط رو بهتر نمیکنه، بستن راه گفتگو و اینکه بگی من تا زمانی که تو وجود داشته باشی باهات کاری ندارم، لزوما نه به مردم کمک میکنه نه به محیط زیست کمک میکنه. اگر این رو حاکم بکنی میبینی که بس با کانال دیپلماتیک میتونی حفظ ارزش‌های خودت رو بکنی، میتونی عصبانی باشی از بعضی از دولت‌ها، میتوانی خیلی ناراحت باشی از بعضی از دولت‌ها، اما از اون ظرفیت استفاده میکنی، تعامل میکنی، حرف میزنی و ببینی که چه جوری میتونی به اون کشورها، به مردمشون، به محیط زیست و به جهان کمک بکنی و چه جوری میتونی منافع ملی کشورها رو با منافع جهانی و در واقع بین المللی همسو و هم راستا بکنی. چون اگر این کار رو نکنی نمیتونی انتظار جواب از اونها داشته باشی. حالا اون تجربه‌ای که من از ایران داشتم، تجربه به دنیا اومدن در ایران و مشکلاتی که کشور باهاش مواجه است، گاهی وقتا به من کمک میکنه که وقتی با نماینده‌های کشورهایی از در واقع اون منطقه یا از کشورهای در حال توسعه صحبت میکنم، حرفای مشترک بیشتری داشته باشم، دغدغه‌های مشترک بیشتری داشته باشم و اونا رو کمک کنم، حتی بهشون اعتماد به نفس بدم، بعضی از اون حرفا رو بیان بزنن و بلند تکرار میکنه و بگن که این مسائل دغدغه ما نیست و شما باید این مسائل رو هم لحاظ بکنی. یا حداقل تو تعریف چیزا اخلاقی فکر میکنم که من نباید برم توصیه‌ای رو بکنم که میدونم عملیاتی نیست و فقط یه حرف خوب قشنگ یه نفریه که تو خلاصه کانادا و آمریکا نشسته و یا توی محیط دانشگاهی است و برای جهان حکم. کاوه مدنی از حضور در نبض زمین تشکر میکنه. خیلی ممنونم، ممنون از دعوت، ممنون از شما که تلاش میکنید که علم از سیاست و احساسات جدا نگه دارید. با افراد مختلف در حوزه علمی صحبت کردین، چیزی که من میدونیم دغدغه منم بوده توی همه این سالها. خوشحالم که امروز بچهای ایرانی این برابر دنیا موفقن و ظرفیت اثرگذاریشون رو بردن بالا، تو جوامعی که اومدن اثرگذارن. امیدوارم که بتونن تو کشور خودشون هم اثرگذاریشون رو بیشتر بکنن، با شاید بشه گفتش که با اتکا به علم و با علم مداری و خلاصه مغلوب این فضاهای جنجالی نشدن و خلاصه پافشاری بر اون اصول اخلاقی که همیشه بهش متکی بودن و اصول علمی. و خوشحالم که اینو میدونم که بچهای زیادی داریم که تو این همه این سالها قلبشون برای ایران تپیده و پای اون اصولشون وایسادن و هنوزم برای ایران تلاش میکنن و هنوز روشنگری میکنن و کمک میکنن و ممنون از شما که کمک میکنین اونا دیده باشن. نظراتتون درباره این برنامه رو زیر همین ویدیو بنویسید. تا فرصت بعدی.